رهبری عزیز امروز یک راه تازه‌ای رو باز کردن. ما باید کمربند دفاع رو، کمربند استقلال طلبی را، عزت را از افغانستان تا یمن، از ایران تا غزه و لبنان در همه کشورهای اسلامی و ملت‌های اسلامی محکم ببندیم. میدونید چی میشه این حرف اگر اجرا بشه؟ ما اینجا یک سلسله پیمانهای نظامی خواهیم داشت بین کشورها و دیگه به هر کشوری حمله بشه انگار به اون یکی کشور حمله شده و همه میان مقاومت میکنن. و میدونید یه دونه بمب نمیتونه بترکونه اسرائیل هیچ جا. راستی چرا ما تا حالا به این فکر نبودیم؟ چرا اجازه نمیدن کشورهای اسلامی پیمانهای نظامی اینجوری با هم ببندن؟ ما فرقمون با اروپایی‌ها چیه؟ اونا ناتو دارن. ناتوی ما کجاست؟ چجور اروپایی‌ها کنار هم دیگه جمع میشن حتی پول واحد درست میکنن؟ کشورهای اسلامی چرا نباید این کارو بکنن؟ چرا باید از تفرقه ما دشمن سوء استفاده